زور بود نکیم. و این ماشین بین که خوش رو ما که بای خیلی مقصد میرسیم. دادا جانش خدا خواهد. دادا جان ماشین خیلی خوش روی. ماشاءالله میمرن دت بچم. میدونی چی؟ بزرگ شدگی من زندگی روز متی. گوش کن، تو مرا وعده دادی که با دیگر دولت میبری. دوگانه های مرا بین هر روز دیگر شهرها میگردن. تو فقط وعده میدهی خلاص. نمیخوام دیگر زندگی. میفهمی؟ اگر نصیب باشه خدمت تماشا پارک میریم. نه داداش کارتون خوب شود بعد میریم. خب مایلش هیچ جا نمیریم. داداش بخیر باشه پگاه میریم. لابد اختر جان چی؟ همین جیگولی؟ ای خیلی خوش رو ای کو؟ راست دادا جان ماشین خیلی خوش رو. نکه ماشین دا خوشبختی هست. نکه ماشین دا خوشبختی هست. دادا جان مرا من خیلی خوشبختی میخوام. برادر سلام علیکم. و علیکم سلام. یه دقیقه شما را ممکن؟ البته. راستی برادر نمیدونم که مرا شما قبول میکنه و نمیدونم ما چی سر کنم. مایلش گپ زنه بیا تشویش. ما که راستی میخوام ماشین خدمت با ماشین شما حالش کنم. چی؟ اکا شما شوخی کردستین؟ با فکر شما ما شوخی میکنم اگه آدم دامونندم. ما در حقیقت حیران شدستم. اکا جان التماس. شما راست گفتستین؟ خب برادر من راست گفتم. فرای ماشین؟ پنجی مردک؟ فرا نمیفهمی گپا؟ بیا دختر جان بیا. کو او بله. این دختر جان همین ماشین خوشبختی که گفتی ای خمونه. راستی دادا جان او مردک جان خدا با شکر به مقصد ما رسیدیم. از خداوند خواستم با ما رسوند. از خودم باوری ندارم. همین ماشین از خودم باشه. برای چی ماشین داد برای ما؟ ما حیرانم. شاید این هم یک حکمت باشه. انا دیدی ناشکری کردی ماشین ندادم. ولی ناشکری که ای همین روز ما نمیمونیم. دادا جان ماشین خوش رو بوده. جانی دادا ماشین معقوله چه؟ دادا اما دادا جان ماشینی وقت داره. خرسان شدی دختر جان؟ دادا جان رفتیم مردک جان. رفتیم. انشالله که خدا خواهد عزیزه خوشش میخریم همه خیلی مردک. تو برزه کردی؟ همه وقت با این ماشین نمیگردیم کو.